This is Voice of Architecture, the podcast for architecture and urbanism. You can find more about us on www.voiceofarchitecture.com. با سلام، به برنامه خودتون صدای معماری خوش اومدید. برنامه‌ای در ارتباط با معماری و شهرسازی. من ارسلان دامغانی هستم. صدای من رو از دارمشتات آلمان میشنوید. شما در این برنامه میتوانید به ترجمان مصاحبه‌ها و گفتگوهایی که من و همکارم کیومرز کازرانی با متخصصین امر به انجام رسونده‌ایم گوش کنید. متن این برنامه‌ها قبلا در ماهنامه منظر، ماهنامه معماری و شهرسازی در ایران و با کمک همکار عزیزمون خانم فرزانه خمسه ویرایش شده و به چاپ رسیده. شما در ضمن میتونید پادکست های ما رو به زبان انگلیسی، آلمانی و فارسی در تارنمای صدای معماری بشنوید و عکس های مربوطه رو مشاهده کنید. آدرس تارنمای صدای معماری www.voiceofarchitecture.com می باشد. برای این برنامه دو موضوع رو انتخاب کردم که براتون میخونم. ابتدا گزارشی در ارتباط با سومین همایش فناوری انرژی خورشیدی در کشور آلمان و در آخر ترجمه مصاحبه ما با استاد اسبق معماری در دانشکده معماری دانشگاه دارمشتات آقای ماکس بشه. Solarenergiequellen sehr wichtig für das Bauen und für die Energieversorgung werden. Die bisherigen als Wärmequelle Grundwasser, das wir zur Verfügung haben, und müssen natürlich Strom einsetzen, um diese Wärmepumpe zu betreiben. خورشید یکی از منابع مهم انرژی است که با پیشرفت تکنولوژی به عنوان یک منبع مفید و تأمین کننده انرژی در بیشتر نقاط جهان به کار گرفته شده است. استفاده از این انرژی برای کشورهای فاقد منابع انرژی زیرزمینی مناسبترین راه برای دستیابی به نیرو، رشد و توسعه اقتصادی می باشد. انرژی خورشیدی به وسیله سیستم‌های مختلف برای اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه برای تبدیل این انرژی به جریان برق، روش‌های جدیدی چون باتری خورشیدی در دسترس است. همکنون بازارهای انرژی جهان به سرعت به سوی بهره‌گیری از سلول‌های خورشیدی گام برمی‌دارد. آلمان یکی از کشورهای پیشگام در زمینه بهره‌گیری از انرژی خورشیدی است و دارای مراکزی است که قادر به آزمایش تکنولوژی‌های جدید در این زمینه میباشد. این کشور در حال حاضر صاحب بزرگترین بازار تکنولوژی‌های مرتبط با انرژی خورشیدی در جهان است. کاربرد باتری خورشیدی در ساختمان توجه معماران سراسر جهان را به خود جلب کرده است. در بسیاری از پروژه‌های موفق شناخته شده از صفحات باتری خورشیدی به عنوان قسمتی از سیستم پوشش یا نمای ساختمان استفاده شده است. در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1389 مصادف با 6 جولای 2010 میلادی همایشی در شهر ماینز در استان فدرال رایلند فالز در سالن اجتماعات شبکه دوم تلویزیون آلمان برگزار گردید. در این همایش که به میزبانی سندیکای معماران استان رایلند فالز و وزارت حفاظت از محیط زیست همین استان تشکیل شده بود، تنی چند از چهره‌های سرشناس علمی، صنعتی و سیاسی حضور داشتند. تیم صدای معماری نیز تشکیل شده از من و آقای کیومرز کازرانی در این همایش حضور به هم رساندند. این دو دانشجوی ایرانی‌الاصل رشته معماری شهر دارمشتات آلمان با تنی چند از برگزار کنندگان و سخنرانان این همایش به گفتگو نشستند که به طور اهم به مسئله بهینه‌سازی سازه‌ها از نظر مصرف انرژی و به طور اخص به فناوری استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان می‌پرداخت. آقای دکتر هاوس لادن، استاد تکنیک ساختمان از دانشکده معماری دانشگاه مونیخ که در این گردهمایی حضور داشتند، عنوان نمودند معماری خورشیدی به این معنی است که در دوران گذار ساختمان‌هایی ساخته شود که مصرف انرژی پایینی دارند و مصرف پایین انرژی آنها از طریق منبع احیا شدنی انرژی خورشیدی تأمین می‌شود و به هیچ وجه احتیاجی به انرژی حاصل از منابع فسیلی نداشته باشند.
در معماری خورشیدی ساختار یک ساختمان شامل یک سیستم گردآوری انرژی خورشید و یک سیستم ذخیره و توزیع انرژی که در نتیجه برای ساکنین ساختمان آسایش حرارتی و روشنایی طبیعی تأمین می‌نماید می‌گردد. گرمایش فضای درونی ساختمان از طریق ورود انرژی خورشیدی از پنجره‌های بزرگ یا فضای خورشیدی و یا از طریق گردآورنده‌های حرارتی که با بام یا نمای ساختمان یکپارچه هستند به دست می‌آید. سرمایش فضای درونی به وسیله سایبان‌ها، تجهیزات تهویه و خنک کننده‌های تبخیری و روشنایی طبیعی با استفاده از هدایت نور خورشید از طریق کانال‌های ویژه به عمق ساختمان انجام می‌گردد. دکتر هاوسلادن در این همایش به شرح یکی از پروژه‌های خود می‌پردازد. هسته اصلی این پروژه در حقیقت بازسازی و نوسازی ساختمان قدیمی یک مرکز کشاورزی و تبدیل آن به شرکتی که در زمینه تکنیک هوای ساختمان فعالیت می‌کند میباشد. سیستم جدید ابداع شده در شهر دارمشتات که همکنون به استاندارد جدیدی در نحوه ساخت و ساز ساختمان‌ها در آلمان تبدیل شده است، سیستم پاسیف هاوس میباشد که در انسیتوی به همین نام به شدت دنبال می‌شود. در این فناوری سعی گردیده برای گرمایش ساختمان سقف مشخصی تعیین شود. 15 کیلووات در ساعت. ایشان به چالش‌های مورد بحث در این زمینه نیز پرداختند. دیوید کوک، نماینده شرکت معماری بنیش، نیز در این همایش حضور به هم رسانده و ساختمان جدیدی را که در سال 2009 ساخت آن در بندر هامبورگ به پایان رسیده است، معرفی نمود. این ساختمان دفتر مرکزی شرکت چند ملیتی اونیلور در کشور آلمان است که ویژگی اصلی آن از نظر فضاسازی دهلیز بزرگی است که به بازدید کنندگان حس عظمت این شرکت را منتقل می کند و در عین حال محلی برای بازدید از محصولات متنوع این شرکت می باشد. آقای کوک به توصیف پوسته این ساختمان ساحلی پرداخت و نقش آن را به عنوان عایق صوتی در هنگام عبور کشتی‌های قاره پیمایی همچون کوین ماری برشمردند. ایشان وزش مداوم بادهای ساحلی را از جمله چالش‌های طراحان این پوسته دانست. رئیس محیط زیست استان فدرال رایلند فالز خانم دکتر مارگریت کنراد در ادامه سخنان خود اشاره نمودند با توجه به میزان بحرانی گازهای گلخانه‌ای در جو، جهان باید تا سال 2050 80% از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. در واقع جهان با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر شاهد انقلاب صنعتی سوم خواهد بود که آلمان پیشروی آن است. این کشور در زمینه تکنولوژی انرژی‌های سبز پیشرفت چشمگیری داشته و در حال حاضر نیمی از توربین‌های بادی و 1/3 باتری‌های خورشیدی جهان محصول کشور آلمان میباشد. امروزه معروفترین شهر خورشیدی اروپا و پایتخت اکولوژیک آلمان شهر فرایبورگ است. این شهر با 205,000 نفر جمعیت در ایالت بادن وورتنبرگ جنوب غربی آلمان قرار گرفته و در یکی از گرمترین و پرآفتابترین شهرهای آلمان به شمار می‌رود. امروزه فرایبورگ نه تنها شهری نمونه از لحاظ زیست محیطی است، بلکه در زمینه انرژی در آلمان و دنیا پیشگام بوده و باعث جذب توریست به این شهر نیز شده است. توریست هایی که از کشورها و قاره های مختلف برای بازدید سلول های خورشیدی نصب شده در سقف خانه ها و استادیوم ها و غیره به این شهر می‌آیند. از جمله پروژه هایی که در مورد آن به طور حاشیه‌ای در این همایش سخن رفت، دزرتک، بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در صحراهای شمال آفریقا میباشد که همکنون توسط آلمانی‌ها ساخته می‌شود. این پروژه که 400 میلیون یورو برای ساخت آن در نظر گرفته شده است، تا 10 سال دیگر نیاز انرژی خانوارهای آلمانی را تا سقف قابل ملاحظه‌ای پوشش می‌دهد. میزبان این همایش آقای دکتر مایکل کوریداس، کارشناس ارشد اقتصاد و رئیس سندیکای معماران استان فدرال رایلند فالز آلمان، در ادامه سخنان خود اعلام کردند با نظر به اینکه منابع انرژی در سراسر جهان فقیرتر می‌شوند، لذا لزوم رشد پژوهشی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی سازه‌ها با استفاده از انرژی لایتناهی خورشیدی امری مهم به شمار می‌آید. آقای دکتر کاریداس در پاسخ به تیم صدای معماری در خصوص ارتباط علمی و تحقیقاتی در زمینه فناوری انرژی خورشیدی با کشور ایران ابراز تمایل و امیدواری کرده و عنوان نمودند که چنین ایده‌هایی یک وضعیت برد را برای دو کشور به وجود می‌آورد، موقعیت‌های شغلی با کیفیت بالا ایجاد می‌شود و در پی آن رشد اقتصادی محلی هم در کشور مبدأ و هم در کشور مقصد قابل تصور می‌باشد.